هر شهری از روزهای گذشته خاطراتی دارد. همدان هم شهر خاطره هاست. درباره ما نه کتابی نوشته شده و نه تاریخی، اما ما گوشه ای از خاطرات و تاریخ این شهری. روزی گذران زندگی بدون ما سخت بود. در هر خانه ما را می دیدی، اما ما امروز فقط یادگار گذشته ایم. بدون ما زندگی سخت نیست، اما با خاطرات ما قشنگتر است. قیچی، پرگار، زدرناق، درناق، سندان دو کره، چکش، قالبتنه، هویه، قلع، جوهرنمک، نشادر، ورق حلبی، چرخ حلبی سازی. اگر نیاز مردم به ما نبود، ما با دستان کسی ساخته نمی شدیم. تاریخ همدان شاهد این داد و ستد است. فزون از 100 سال پیش. شغلم همون کار پدرم، خیلی علاقه داشتم بهش. از پدرم یاد گرفتم. پدرم هم عرض میشه از پدرش یاد گرفتی. موقعی که جنگ جهانی دوم شروع شد 3 سال طول کشید. بعد از این 3 سال پدر تشریف آوردن منزل، میگه جایی داشتیم همه اندازه اینجا میساخت از این وسیله حلیب‌سازی. از اطراف همدان می آمدن مبادله کالا به کالا بود. از قبیل تخم مرغ و از میشه آلو و از چیزا جو و گندم می آوردن. مبادله پول نبود، فقط کالا به کالا مبادله میکردن. بعد 3 سال من پیش پدرم همونجا تو منزلی که بودیم از این حلب‌ها صاف میکردن. یه میگفت دستت نبری، دستت زخم نکنی. میگفتم نه، نمیبرم. بعد از 3 سال دیگه مرحوم ابوی که رفتن مغازه به من گفت بیا برو مکتب خانت، قرآن یاد بگیری بری من قرآن بخونی. گفتم من یاد میگیرم میخونم ولی من نمیرم مکتب خانه. نرفتم. خلاصه یه روز کفشامو قایم میکردم، گفتم کفشام گم شده نیست. یه روز عرض میشم خود میدیدم به مریضی، میگفتم مریضم نمیدونم برم، تب کردم. ضربه های سخت بر تن نازک ورق حلب ما را می سازد. من برد مغازه تا سال 1332 عرض میشه پیش پدرم بودم. پدر اوی برای مغازه بود، منم روبروش کار میکردم. حلب چون انعطاف دارد به شکل دلخواه دگرگون می شود، بریده می شود و حالت می گیرد و می شود وسیله‌ای برای کاربرد در زندگی. سال 32 من گرفتم بردن سربازی. پدرم خیلی ناراحت شد. بعد دیگه چارهش ناچار بود. سال 34 من تمام کردم، آمدم همدان. آمدم دیدم پدر مرحوم شده. من دیگه چند روزی که طول کشید، 3-4 روز طول کشید، رفتم مغازه پدر. درش که باز کردم ناراحت شدم. الانش هم ناراحتم. عرض میشه فقدان رو اجازه نداد که من اون جای خالی اونه تحمل کنم. مغازه بستم و آمدم از شغل. 58 سال دست کشیدم. ما چراغ خانه ها بودیم زمانی که چراغی نبود. ما فروغ راه ها بودیم زمانی که شب تاریک بود. سوسوی نور در کوچه ها.
ما گرمی بخش زمستان طولانی بودیم که زود به اینجا می آید و دیر می رود. از سال 1300 تقریبا 20 که شروع به کار کردم تا سال 32 بیشتر بخاری چوبی خریدم. نفت که آمد یه ما شغل تغییر دادیم، بخاری چوبی تبدیل کردیم به بخاری نفتی. حالا دیگه شد گاز. همه دوره رو دیدم من. بله. بعد 58 سال کناره‌گیری از این شغل آمدم اینجا مغازه ایستگاه بودم، بنده زاده ممانعت کرد، گفت وسط 82 سال بری کار میکنی، مغازه رو بده اجاره، راحت بری خود برو خارج، برو این طرف و طرف بگرد. منم وسیله ها رو جمع کردم آوردم منزل، مغازه داد برام اجاره. قلع و سرب که گداخته شوند تکه های جسم ما را یک پارچه می کنند. منفذ ظرف ها را ناپدید می سازند تا آب به جوش آید و یا سطلی پر بماند. ما آفریده دستهای ماهری. روزگاری استادکاران آزموده کارشان حلبی سازی بود. رفتم یه مغازه داشتم اونجا رو شروع کردم به کارهای سنتی درست کردن. گفتم چه خوبه، یه حیف میراث اجداد ما از بین بره، نام پدر منم به کلی فراموش بشه، این مقداری وسیله های قدیمی درست کنم. من که سابق شغلم می بوده، ابزاراش هم همه داشتم، مون مرحوم پدرم بود، مون مرحوم حبیبی. اساساش همیشه نگاه میکردم به اونا، با ششون حرف میزدم. اونا رو برداشتم آوردم منزل، گفتم الهی از اول طفولیت همه چیز به شما دادی، هیچی من لنگ میذاشتی، 3 چیزم ازت میخوام. در مرحله اول جان سلامت، یه حواسی به شما بده که بدنم ذهنی اینا رو درست کنم، که به یادم بیاد که چیزایی بوده بسازم. حلب سازی برای ساخت اشیاء زیبا و زینتی نبود، برای چشم نوازی نبود، برای رفع نیازها بود. سالهای خیلی دور، بیش از قرنی آن طرفتر، همین چرخ از کشوری دیگر به همدان آمد و چه روزها تا شب که نچرخید و چه انتظارها که با چرخیدن آن طی نشد. برای داشتن وسیله‌ای و مایحتاجی، خیلی ها برای گذراندن زندگی حلب ساز شدند، اما خوب میدانم که اینجا صدای ضربه ها برای گذران زندگی نیست، که برای معنا دادن به آن است. بوی حلب و قلع برای این مرد بخش گمشده زندگی است، معنای بیش از ساخت یک وسیله. تمام وجود ما خاطرات لذت همین مرد است از ساختن چیزی نو. یادم می آید که زمانی سماوری بودیم در جهیزه دختری و او خرسند از وجود ما به خانه بخت می رفت.
تن حلبی ما خنده های بسیاری به یاد دارد از مردم قدیم. برای داشتن ما، برای راحت تر شدن زندگی، حلبسازها صنعتگرانی بودند آگاه به نیازهای مردم. 110 قطعه از هر کدام یک قطعه اهدا کردن به میراث فرهنگی همدان که برای نسل‌های آینده به یادگار بمانه. بیان بگن این یه عجب که خدا بیامرزه حوصله‌ای داشته اینا رو درست کرده 110 قطعه. هنوز در یادم هست خنده های کودکی که با حرکت قایقش خود را میان آبهای بیکران میدید. حلبسازها فقط به فکر بزرگترها نبودند، بچه ها را هم دوست داشته. از 110 قطعه اگر یکیش نبود، او خانواده باید بره حتما گردنش لا بگیره، از همسایه قرض کنه، بگه امشب او به اصطلاح آفتاب لگنت به من بده، برام مهمان ما بیا، ما آفتاب لگن نداریم. چون رسم بود میگرفتن دستاشون میشستن. چون لوله کشی آب نبود، تمام خانه واجب بود که شیعه رو میخریدن. شرابه بود، سئوله بود که از قنات ها به اصطلاح آبای شرب می آوردن. آب لوله کشی نبود اصلا. درشگاه ها می آمدن عصرها که هوا تاریک می شد و چراغاش باید روشن می کرد، اگه روشن نمی کرد جریمش می کردن. ساعت 3 بعد از نصف شب او کیسه کش میرفت بالای پشتبان. بعد از که حمام نظافت میکرد میرفت برای حمام آماده میشد، میرفت بالای پشتبان 3-4 تا میزد که حمام باز، هر کس میخواد بیا، در بازه. میامدن پشت در میماندن سرما،
این بود که تا بوق نمیزدن نمیرفتن. بعد بعضی موقع رو میدی ساعت 9 بوق میزد که حمام عرض میشه. به ترکی ما گفت و به فارسی تیان سولاخ شده کسی حمام نیایه. تیان دلنب یعنی تیان سولاخ شده حمام نیان، هم ترک بفهم هم فارس. زمانی که برق نبود ما بودیم با زغالی که گرممان میکرد برای لباسهای روزهای خوشی. روزها گذشتند، ما بخشی از فرهنگ اینجا بودیم. زمانه عوض شد، ما به کنج تاریخ رفتیم. ما بخشی از میراث فرهنگی همدان شدیم، بخشی از میراث ایران، تا همه بدانند روزگار گذشته چگونه بود. میگم خدایا از این دستای من راضی بشو، به خاطری که من 75 سال دارم از اینا بار میکشم، زحمت به اینا میدم، از اون راضی بشن. همه رو دوست دارم، همه کارام دوست دارم. یک کاری نساختم که خودم بگم اگه این نشد، یعنی الهامی از الهی گرفتم، نه کار من نیست هیچ.